حدیث نمبر 6. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس الشدید بالسرعه، انسان قوی کسی نیست که در کشتی گرفتن و در جنگیدن بسیار قوت خود نشان بده. انما الشدید، بلکه انسان قوی الذی، کسی است که یملک نفسه عند الغضب، که نفس خود حفظ میکنه یا حفظ کرده میتونه نفس خود در وقت قهر و غضب. یعنی از این حدیث ما و شما درس میگیریم که پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان قوی و نیست که مثلا در وقت جنگیدن بسیار خوب بتونه یک کس را لط بکنه و بزنه، بلکه انسان قوی کسی است که غضب خود حفظ کرده بتونه. یعنی در وقتی که غضبناک می باشه از زبانش حرف بد خارج نشه و از دستش هم ضرری به کدام مسلمان نرسه و یا از پایش هم نشه که مسلمان را بالا رد بزنه. در این صورت این انسان قوی نیست، بلکه انسان قوی کسی است که در حالت غضب چی می باشه؟ در حالت غضب میتونه خود کنترل بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.